مرکز توزیع تذکره الکترونیکی تایمنی بعد از تحول 24 اسد 1400 الی اکنون بیشتر از 68,000 تذکره الکترونیکی توزیع کرده که با توزیع این مقدار تذکره الکترونیکی در حدود 21 میلیون افغانی به حساب واردات دولت تحویل نموده است. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی تایمنی 45 نفر کارمند دارد که از این جمله 34 تنشان از طبقه ذکور و 11 تنشان از طبقه اناث هستند که در بخش‌های مختلف مصرف ارائه خدمات به هموطنان عزیز می‌باشد. مرکز توزیع تذکره الکترونیکی تایمنی ظرفیت طی مراحل اسناد 500 الی 700 نفر متقاضی را در بخش ثبت نام دارد و به همین ترتیب در بخش توزیع تذکره الکترونیکی به متقاضی. همکاران ما در بخش‌های مختلف مصرف ارائه خدمات به هموطنان عزیز هستند که در بخش چک اسناد ما هم از طبقه اناث هم از طبقه ذکور هم کار داریم. در بخش تثبیت هویت همچنان از هر دو طبقه هم کار داریم. در بخش ثبت نام ما 5 تیم کاری داریم که 4 تیمش مربوط به طبقه ذکور و 1 تیمش به طبقه اناث اختصاص داده شده است. بخش خدمات پس از توزیع در مرکز تایمنی فعال است که با استثنای اصلاحات روی کارت سایر خدمات مانند ثبت ازدواج، ثبت تولد، ثبت شهروند، تجدید تذکره و تذکره مصنع اینجا اجرا میشه. در قسمت ثبت تولد باید پدر و مادر طفل تذکره الکترونیکی داشته باشه که در زمان مراجعه به مرکز کپی تذکره الکترونیکی پدر و مادر طفل همراه با کارت واکسن یا کارت تولد طفل ضرورت می باشه که ضمن فرمش برای ما آورده شود. همچنان در بخش ثبت شهروند کسانی که از لیست فامیلی خود باز میمانند ما یک بخش داریم در سیستم به نام ثبت شهروند، اونا را در فامیل اصلیشان اضافه میکنیم. قبلا سیستم آنلاین تذکره الکترونیکی فعال بود و همگی هموطنان ما باید ثبت آنلاین میشدن و بعد با تاریخی که سیستم برشان میداد به مرکز مراجعه میکردن. اما فعلا در کنار سیستم آنلاین ما فرم‌هایی را که کامپیوتری خانه‌پوری میشه هم از هموطنان ما میپذیریم و با مو فرمای کامپیوتریشان اسنادشان را طی مراحل کرده و باشان تذکره الکترونیکی توزیع میکنیم. پیام به هموطنان عزیزی است که با گرفتن تذکره الکترونیکی دین خود در مقابل کشور و مردم خود ادا کرده و در این پروسه ملی سهیم شوند.